کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که دوم اپریل سال 2023 ساعت 17:40 دقیقه به وقت محلی در کیلومتر 12 روی ماشینگرد لب جر سنگوار ریزش سنگ به قید گرفته شد. برای راه اندازی کارهای برطرف کردن پیامدهای این آفت تکنیک مخصوص وزارت نقلیات جلب کرده شد و راه 11 اپریل سال روان پره از ریگ و سنگ و شغل تازه کرده شد. حالا حرکت ماشین ها به دو سمت امکان پذیر گردید. این سنگریزش تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. به سبب تغییر آب و هوا، باران‌های پرشدت، احتمال ریزش سنگ، لغزش ترمه و یرچ در راه‌های کوهی وجود دارد و کمیته به این دلیل از شهروندان خواست تا قاعده‌های بی خطری را رعایت نمایند و به هشدارهای کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، اگنتی هواشناسی و نهادهای دخلدار دیگر بیشتر توجه کنند. بنا به اطلاع دیگر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، خدمات ضد ژوله این نهاد از پرداب 15 موشک ضد ژوله در فضای بارانی ناحیه وحدت، ترسونزاده و یاوان در شبانه روز گذشته خبر داد. در گزارش گفته می شود که پرتاب این موشک‌ها امکان داد که از 5 حادثه ریزش ژوله که می توانست به کشتزارها آسیب رساند برطرف کرده شد. گفتنی است که این اولین خبر استفاده موشک‌های ضد ژوله در موسم بارانی سال جاری از جانب خدمات ضد ژوله کمیته ولایت‌های فوق‌العاده می باشد. هدف از این در فضا تبدیل دادن ژوله به باران است تا به کشتزار خواجگی‌ها ضرر نرساند. کمیته گفت مسئولات در این موسم برای رفع خطر ژوله صدها موشک به فضا پرتاب کرده می شوند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده همزمان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که بارشات در ناحیه کوهی و نزد کوهی نواحی تابع جمهوری ولایت ختلان، سوخت و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان در روزهای 11 و 12 اپریل ادامه یافته خطر آمدن سیل‌ها امان وجود دارد. در شبانه روز نزدیک در دریاهای یوغسو، قزلسو و دریاهایی که از قطارکوه‌های ایثار جاری می‌شوند بلند شدن سطح آب، ریزش سنگ از کوه و دامنه‌کوه‌ها و یرچ احتمال دارد. در این رابطه کمیته از شهروندان خواسته است در این روزها از رفتن به ساحل رودخانه‌ها، ماهیداری و شکار یا برای غنچین ایزم و گیاهای شفابخش خودداری نمایند.